اساس اسلام چی است؟ ایمان به غیب. باید به غیب تسلیم شد، در غیر از اون نمیشه. الف لام میم ذالک الکتاب، همین کتاب که قرآن است، لا ریب فیه، در شک نیست. هدی للمتقین، هدایت است برای متقیان. کسایی دیگه هدایت میشن، اما کسایی که میگه چیست؟ صفت اولشان چیست؟ اول صفتشان الذین یؤمنون بالغیب، اول باید به غیب تسلیم شد. از این خاطر صحابه کرام در این مسائل غیب تسلیم شدند. چهارم، عقیده داشتن که الله سبحانه و تعالی از آنچه که مربوط مخلوقات میشود غنی هست. حالا که ما تو چیزی به مخلوقات نسبت میتیم، الله غنی هست، نیاز نداره. ما به چوکی نیاز دارم، الله به چوکی نیاز نداره. ما به یک اکسیژن نیاز دارم، من مخلوق هستم، الله بی نیاز است. ما به فرزند نیاز دارم، الله بی نیاز است، الله الصمد. از این خاطر اینها میگفتن که نظر به آیات قرآن که ان الله لغنی عن العالمین، الله ذات غنی هست، به عالمیان نیاز ندارن. از این خاطر ما باید چیز را الله را مثل مخلوق فکر نکنیم، چون ما مخلوق هستیم که نیازمند و محتاج هستیم. الله غنی هست عن العالمین.